قاعده اول خلاصه این رو سخن بگوییم. خلاصه عبادت انسان صحیح نمیگردد مگر با توحید. اگر شرک اکبر با آن داخل شود عبادت فاسد میگردد و کسی که با شرک اکبر بمیرد بدون توبه محکوم به ابدیت به دوزخ قرار میگیرد. مهمترین وظیفه این شناختن توحید و ضد آن شرک است. پس از دام این شرک خلاص یافتن تنها با واسطه این 4 قاعده است که این 4 قاعده را ما ذکر می‌نماییم. و قاعده اول آن این است که مؤلف می‌فرماید الاصل اول قاعده اول این قاعده قطعی است، یقینی است، با کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت شده است. ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلی الله علیه و آله، این که بدونی اینکه کافرانی که رسول الله آنها را قتال کرد، آنها را کشت، مقرون بان الله تعالی هو خالق، اقرار میکنند که الله تعالی خالق است، تدبیر کننده امور است. اصل اول این قطعی و یقینی است، با استقرار، یعنی که با کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از آمده است. این است که بدون کافرانی که رسول با آنها جنگ کرده است میدانستند که الله سبحانه و تعالی آفریدگار است، تدبیر کننده است، اما با این اعتراف آنها را داخل اسلام نکرده، داخل اسلام وارد نکرده. ان الکفار، این که کافران با تمام اختلاف جنسشون، تمام نمود کافران با نوعهایشون، آن کافرانی که پیامبر آنها را قتال کرد، رسول آنها را قتال کرد، بلکه امر کرد با قتال نمودن آنها. چون در حدیثی که روایت می شود امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله، بر من امر شد که من مردم را، دشمنان را، کافران را با اختلاف جنسهایشان قتال نمایم حتی اینکه شهادت به لا اله الا الله بدهند. در دیگر روایت حتی یقول لا اله الا الله، حتی لا اله الا الله بگویند. اگر این را گفتن، این را انجام دادن، پس عصام دماءهم و اموالهم، پس از من دمای خون آنها، مالهای آنها در اسمت است. امرتو، کی او را امر کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله را گفت ما با من امر شد، البته که الله او را امر کرد. پس مقرون گفت، اعتراف میکنند این کافران با زبانهای خود آنچه که در قلبهای خود اعتقاد دارند، با زبان خود اعتراف میکنند اینکه الله خالق است، رازق است، مالک است، مدبر، تدبیر کننده امور است. با بعضی از افراد توحید ربوبیت اقرار میکردند، علاوه بر این آنها را این اقرار آنها به اسلام داخل نکرد، با کفر و در کفر خود باقی ماندن و پیامبر را الله امر کرد که آنها را قتال نماید، خون آنها را، مال آنها را، زنهای آنها را حلال قرار داد. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است قل من يرزقكم من السماء والارض ام يملك السمع والابصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الامر فسيقولون فقل افلا تتقون. این قول الله سبحانه و تعالی، بگو کیست که شما را از آسمان و زمین روزی میدهد و کی صاحب شنوایی و بینایی است و کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده میگرداند و کیست کارها را تدبیر میکند. در جواب چی میگویند؟ الله. خواهند گفت الله. فسیقولون الله. پس بگو آیا پرهیزگاری نمیکنید؟ آیا نمیاندیشید؟ آیا تفکر تدبر نمیکنید؟ آیا با سوی توحید باز نمیگردید؟ سوره یونس آیه 31. فسیقولون الله، پس خواهند گفت. این پاسخ نشان میدهد که آنها اعتراف مینمایند با توحید ربوبیت، الله را رب و خالق، رازق، مالک میدانند، رزق دهنده میدانند. قل من یرزقکم، از آن پرسیده میشود بگو کیست که شما را رزق میدهد؟ کیست که از آسمان برای شما باران را میفرستد و از زمین نبات را برای شما میرویاند؟ فسیقولون الله، میگویند الله. کیست که بینایی شنوایی شما را بر شما داده است؟ کی بر شما این بینایی شنوایی را داده است که میبینید، میشنوید، درک میکنید، با چشمای خود این منظرهای زیبا، این نعمت الهی را میبینید؟ میگویند الله. و ما یخرج الحی من المیت، کیست که زنده رو از مرده، مرده رو از زنده میبرد؟ الحی، زنده رو از مرده. انسان طفل است، کودک است، مرده هست، نطفه هست، آب است، منی است، مرده است، زنده میشود، انسان میشود. و یخرج المیت من الحی، و مرده رو از زنده، مرده یک نطفه مرده هست، زنده میشود، انسان میشود. فسیقولون الله، میگن الله. و ما یدبر الامر، کیست که تدبیر کننده همه امور است؟ میگن الله. این از محل شاهد، در محل دلیل و شاهد الله میگن، اعتراف میکنن. فقل افلا تتقون، پس بگو بر اینها ای پیامبر، آیا اینا نمیترسن؟ آیا از عقاب الله نمیترسن که به الله کسی چیزی را شریک قرار میدهند؟ این از بیان قاعده اول. مهم است در حیات انسان دانستن این. اما قاعده دوم باشد انهم یقولون، آنها میگویند. چی میگویند؟ ما دعوناهم، خوب گوش بدهید برادران، اینا قاعده های قرآنی هستند در بیان باطل نمودن اهل شرک با تمام جنس ها نوعهایشان. قاعده دوم انهم یقولون، آنها میگویند ما دعوناهم و توجهنا الیهم الا لطلب رزق و شفاعه، ما آنها را دعا نمیکنیم، از آن دعا و کمک یارو مدد نمیطلبیم مگر اینکه با آنها با پروردگار نزدیک میشویم، آنها ما را شفاعت میکنند. یقینی قطعی هستین. میگویند انهم، در حال بودنشان هنگامی که از آنها سوال کرده شود که
شما چی حجت دارین غیر الله را عبادت می‌نمایین؟ از غیر الله دعا و کمک یاری مدد می‌طلبیم. چی حجت دارین بر این؟ یقولون جواب می‌دهند، در جواب میگویند. چی رو میگویند؟ الله در اینجا میآید این آیه کریمه را ما دعوناهم و توجهنا الیهم الا لطلب قرب الشفاعه. ما آنها را دعا نمیکنیم، از آنها دعا و کمک یاری مدد نمیطلبیم مگر اینکه از برای طلب قربت نزدیک شدن و شفاعت. میگویند این حجت آنهاست، حجت مشرکان در تمام دور زمان همین است، صرف عبادت از برای غیر الله، در حالی که اقرار می‌نمایند با توحید ربوبیت الله رب خالق رازق مالک میشمارند. ما دعوناهم، ما آنها را سوال نکردیم. گفتند ما دعونا، ما آنها را سوال نکردیم. دعای عبادت اصل هم در زبان عرب این به سوی عاقلان برمیگردد. عاقل هستند، عقل دارن، فراست دارن، ولیکن چی؟ الا لطلب قربت و شفاعت، مگر از برای طلب قربت نزدیک و شفاعت. آنها اعتقاد نمیکنند که این کسانی که آنها را عبادت میکنند از آنها کمک یاری مدد میطلبند آنها خدایان مستقل هستند، بلکه میگن اینا واسطه هستند، اینها ما را با الله نزدیک میکنن، ما را در نزد الله شفاعت میکنن. و دلیل نزدیک شدن قول الله سبحانه و تعالی است. میفرماید الله سبحانه و تعالی والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. با چی میگویند در سوره زمر؟ آن کسانی که غیر الله را دوستان یا رسان خود قرار دادن، اولیاء خود قرار دادن، ما نعبدهم، میگن ما اینا را عبادت نمیکنیم مگر از برای قربت نزدیک شدن، ما را نزدیک نماید با الله، الی الله زلفا، ما را با الله نزدیک کند. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، یعنی کسانی که غیر الله دوستان برای خود گرفتند. اتخذوا به معنای به دست گرفتن یا صاحب شدن، دوستان گرفتن، شرک اکبر انجام دادن، توحید را مخالفتی نمودن، من دونه غیر الله را عبادت کردن. اولیاء یعنی که آنها دوستان گرفتن، پرستش بکنن آنها را، از آنها دعا و کمک یاری میطلبند. اولیاء به معنای همه معبودان است، خواه عاقلان باشد و مثل اولیاء صالحان، صادقان، پیامبران، و خواه غیر عاقلان مثل آفتاب، ماهتاب، درخت، سنگ، چاه، هر چیزی را عبادت میکنن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. چی میگن؟ یعنی ما آنها را نمیپرستیم، ما آنها را عبادت نمیکنیم مگر آنکه آنها ما را به الله نزدیک کند، برای نزدیک شدن به الله برای احتیاجشون را برآورده کنند تا که آنها را در روز قیامت شفاعت کند. امام طبری رحمه الله تعالی میگوید که الله متعال میفرماید که آنها غیر الله را دوستان گرفتند و گفتند ما آنها را نمیپرستیم، لا نعبدهم، ما آنها را عبادت نمیکنیم، میگویند مگر چیز؟ مگر برای قربت نزدیک شدن به الله. ابن کثیر میفرماید که زلفا به معنای شفاعت در تفسیر آمده است. ان الله یحکم بینهم، اگر الله در روز قیامت میان آنها داوری میکند برای دین و صرف عبادت از برای غیر الله، مخالفت نمودن منهج انبیا و صالحان. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. به درستی الله سبحانه و تعالی هدایت نمینماید آن کسانی که دروغگوی شیاطین کفار هستند، ناشکر ناسپاس هستند. سپس رحمه الله تعالی فرمود دلیل شفاعت و دلیل شفاعت و یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. آنها غیر الله چیزهایی را پرستش میکنند که نه به آنها ضرر رسانده میتواند نه به آنها فایده میدهد و میگویند اینها شفاعت کنندگان ما در نزد الله است. سوره یونس آیه 18. و یعبدون یعنی مشرکان عبادت میکنند. پس شفاعت در لغت به معنای سؤال، پرسش و تجاوز از گناهان، بخشش گناهان، از آن جرم و ستم کردی بین مردم. پس آن کسی که شفاعت را قبول میکند این پروردگار است. پس صاحب شفاعت تنها الله سبحانه و تعالی است. و یعبدون که مشرکان عبادت میکنند من دون اله غیر الله را، در آن که بر آنها ضرر نمیرساند، نمیتونه ضرر برساند و فایده بر آنها نمیدهد. با اتفاق علما قول الله سبحانه و تعالی است. عقیده آنها اقرار نمودن اینکه معبودان برای انسان فایده و ضرر نمیرساند، میگویند و یقولون هؤلاء شفعاء عند الله، با میگویند که اینها شفاعت کنندگان ما در نزد الله هستند. شفعاء اینها واسطه هستند بین ما و بین بندگان، بین بندگان و بین الله برای قضای حاجت هایشان. ولیکن الله میفرماید لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، جز الله کسی ولی و یاری رسان و شفاعت کننده آنها نیست. در سوره انعام 51. ولا شفیع میفرماید این نفی مطلق است، هیچ کسی تو را شفاعت کردن نمیتواند. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، برای شما یگان ولی یا رسول یگان شفاعت کننده نیست در روز قیامت. افلا تتذکرون، آیا شما تذکر نمیگید، پند نمیگیرید؟ نفی مطلق است، هیچ کسی تو را نمیتونه شفاعت نماید، هیچ کسی، هیچ نفری، تنها خودت، نفس خودت رو امروز نجات بده. پس شفاعت دو قسم است، شفاعت و شفاعتان. شفاعت دو قسم است، یعنی که دلیل بر
از نصوص قرآن و سنت آیات ها آمدگی هستند، احادیث آمدگی هستند به نفی شفاعت. قرآن محکم است و نبی پیامبر معصوم است، دروغ نمیگوید. پس شفاعت دو قسم است: شفاعت مثبت و شفاعت منفی. شفاعت مثبت و منفی. شفاعت منفی رد شده، یعنی آن شفاعت است که الله آن را نفی کرده است و باطل شمرده است و پذیرفته نمی شود. و شفاعت مثبت پذیرفته شده آن شفاعت است که از الله طلب کرده می شود، نه از مخلوقات، نه از انسان ها. برای شفاعت منفی میگوید شفاعت منفی آن شفاعت است که الله و رسول الله آن را نفی کرده هستند و بر باطل بودن آن حکم کرده هستند. ولا یشفعون، شفاعت کرده نمی شوند، کسی آن را شفاعت نمی کند. ولا شفیع در دیگر آیات در سوره انبیا بود این، اما دین ولا شفیع در سوره سجده هست. ولا شفیع در سوره انعام آیه 50 همچنین. پس شفاعت منفی نفی شده این شفاعت است که از غیر الله طلب کرده می شود. آن شفاعت است که طلب کرده می شود از غیر الله، در آنچه که به غیر الله کسی قادر توانای آن نیست. شفاعت طلب کرده شود در آن چیزی که در آن فعل یا که در آن قول، در آن عمل که بر آن قادر نیست. سوال می نماید آن فعل، آن قول، آن عمل که وای قادر نیست بجز الله سبحانه و تعالی. پس طلب کرده نمیشود این بجز الله سبحانه و تعالی. پس این شرک اکبر است. پس اینو شفاعت منفی میگوین، رد شده میگوین. و دلیل اون قول الله سبحانه و تعالی است در سوره بقره آیه 154: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، انفقوا مما رزقناکم، نفقت نمایید آن که بر شما رزق دادیم، من قبل، پیش از آن که ایاتی یوم، پیش از آن که آن روز بیاید که لا بیع، در آنجا دیگر در خرید و فروش است، ولا خله، دیگر نه ابدی است، ولا شفاعه، دیگر نه رفیقی است، نه دوستی است، ولا شفاعت، دیگر در آنجا شفاعت کننده ای نیست. سوره بقره. و قول الله من قبل ایاتی یوم، پیش از آن که بیاید آن روز، یعنی که روز قیامت به شما فرا برسد، لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، در آنجا دیگر نه خرید فروش است، نه دوستی است، نه رفاقت است، نه شفاعت است. تمامی سبب ها رو الله در اینجا رد کرد، من کرد. خلاص دیگر نجات نیست، راه نجات دیگر نیست در دنیا و آخرت. ولا شفاعت، دیگر شفاعت نیست. شفاعت هیچ شفاعت کننده بر شما فایده نمیدهد. ولا شفاعه، گفتیم در سوره انبیا، در سوره سجده، در سوره انعام نفی است، باطل بودن شفاعت، شفاعت منفی. ولی کافرون هم الظالمون، اگر کسی که این کار انجام میدهد پس اونا کافر هستند، ظالم هستند. لیس له من دونه ولی ولا شفیع، کسی بر اونها دیگر شفیع نیست، یاری رسان نیست. سوره انعام 51. کسی آنها را دیگر نصرت نمیتونه بدهد. این شفاعت منفی رد شده است. اما شفاعت مثبت باشد، یعنی پذیرفته شده، هی التی تطلب من الله، آن شفاعت است که از الله طلب کرده می شود، از مخلوق طلب کرده نمی شود. و شافع، و شخص شفاعت کننده، مکرمون، که الله سبحانه و تعالی او را اکرام میکند، از او راضی است، از سخن او راضی است، از عمل او راضی است، از فعل او راضی است. پس شخص شفاعت کننده لازم است و شخص شفاعت کرده شده لازم است هر دو این نفرها از اهل توحید باشند، نه از اهل شرک و کفر باشند. پس شخصی که شفاعت میکند از جمله الله اکرام کرده شده است، این اهل توحید است. پس شفاعت کننده کسی است که الله بر ایزن داده است، اجازه داده است که شفاعت کند. زیرا شافع و مشفوع، شفاعت کننده و مشفوع، کسی که برای او شفاعت می شود باید از اهل توحید باشند. و الله سبحانه و تعالی بعضی از بندگانش را با شفاعت کردن اکرام می کند. و مشفوع گفتیم کسی که برای او شفاعت کردن می شود کسی است که الله از گفتار و عمل و کردار اون راضی هست و بر او این اجازه رو میدهد. پس این شفاعت صحیح است. شرط اول با اذن الله باشد. شرط اول کسی که شفاعت کننده میشد و از اهل توحید باشد، هر دو از اهل توحید باشند، موحدون باشند که به بعضی از گناهان مرتکب عذاب شدند. الله میفرماید که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که در نزد الله شفاعت کند مگر با اذن اراده الله سبحانه و تعالی. سوره بقره آیه 255. این آیه معنای نفی رو میکند، یعنی هیچ کس نمیتواند شفاعت کند مگر با اجازه الله سبحانه و تعالی که وای از اهل توحید باشد، از اهل شرک نباشد. ولا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هیچ کسی صاحب شفاعت شده نمیتواند مگر آن کسی که الله بر او عهد کرده باشد، از الله عهد گرفته باشد، موحد باشد. یک شفاعت بر کسانی فایده نمیرساند که از اهل توحید نباشند. نفی هست.
هیچ کسی در نزد الله شفاعت کردن نمیتواند مگر با اذن الله سبحانه و تعالی. من ذا الذی، یعنی لا احد، هیچ کس نمیتواند شفاعت نماید مگر با اذن الله. ولا یملکون الشفاعه، الله میفرماید و صاحب شفاعت نیستند مگر اینکه با پروردگار عهد کرده باشد. عهد کلمه توحید است، کلمه شهادت است. پس شفاعت هیچ کسی منفعت نمیبخشد مگر اینکه از اهل توحید باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضى، و همچنین شفاعت کردن نمیشود و شفاعت که حق شفاعت رو ندارد مگر اینکه الله از او راضی شده باشد، از او راضی باشد، از عصات موحدین، کسانی که از گناهکاران موحدین باشد. بارک الله فیکم. این مسائل را خوب با دقت اهمیت بدهید. این قاعده دوم بود. و در آخر دعا می‌نماییم که پروردگارا، ای سرور ما، ای مولای ما، پروردگارا ما را شایسته رحمت قرار بده و اعمال ما را اعمال صالح قرار بده و اعمال ما را بپذیر و ما را موفق بگردان. پروردگارا دین ما که اساس کارهای ماست اصلاح نما، دنیای ما که اساس کارهای ماست سبب حیات زندگی ماست اصلاح نما، و آخرت ما را پروردگارا که بازگشت ما به سوی تو اصلاح نما. زندگی ما را برای ما افزایش همه خیر و نیکی قرار ده و مرگ را برای ما پروردگار رهایی از همه بدیها و گناهها قرار بده. پروردگار گذشتگان ما را از مردان و زنان مؤمنان موحدان پروردگار شایسته رحمت قرار بده. گذشتگان ما را قبرهای آنها را آرام بگردان. پروردگار ظلم و ستم را از بالای مردم ما و مردم فلسطین و هر مردمی که در هر دو ظلم و ظلم و ستم قرار میگیرد پروردگار را آزاد نما، رهایی بخش. پروردگار این امت را به سوی توحید راهنمایی کن، به سوی سنت راهنمایی کن. پروردگار تو پاک و منزه هستی و حمد و ستایش تو را میگوییم و گواهی میدیم که هیچ معبودی بر حق جز تو نیست و تو آمرزنده مهربان هستی. پروردگار تو توبه پذیر هستی، به سوی تو توبه کردیم، به سوی تو رجوع کردیم. پروردگار ما را بیامرز. یا الله، یا رحمن، یا حی و یا قیوم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.